بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترامات خود را خدمت کارمندان بنیاد باران رحمت تقدیم میکنم و سپاسگزاری ازشان میکنم که همیشه همکاری در قسمت مریضی که ما داشتیم و قبلا یادآور شدیم که ما در زمان 3 سال مریض پیش ما بیشتر از او بوده و مشکلاتی که داشتن قبلا از نگاه مواد بهداشتی همکاری کردن و ساجد صاحب و اسدالله و همچنان فعلا از خانم گیتی نظری سپاسگزاری میکنیم که در قسمت مواد بهداشتی و مواد مورد ضرورت مریضی که پیدا شد و بستریستان همکاری کردن که شامل پمپر، صابون و شامپو و همچنان لباس است. در مجموع لباسش منظم است، مکمل است، همراه همه چیزش است. دستمال تر و مریض ما کمک کردن. تشکری سپاسگزاری میکنم و در رابطه با مشکلات تداوی مریض البته پرسان شده که از نگاه تداویش اگر ضرورت داشته باشه. در ابتدای 3 سال که مریض آمده بود شخصا خودم برش تداوی شروع کرده بودم، فیزیوتراپی دادم، یک نتیجه خوبی البته گرفتیم و در مدت زمانی که 3 سال از این سپری شده چون نتونستیم دوامدار برش تداوی شروع کنیم نظر به مشکلاتی که بوده یا ای که مریض اجازه تداوی را نداده، مشکلاتی که پیدا کرده فعلا امکانات 100% یا 80% تداوی را نداره، ولی امکاناتی که موجود هست فقط از نگاه مواد خوراک است. مواد بهداشتی مریض مشکلات داشته که همیشه همکاری کرده و در زمان 8 ماه میشه البته همکاری جریان داشته و تشکری و سپاسگزاری از تمام همکاران بنیاد باران رحمت و خصوصا حاجی سید محترم.